خب دوستای عزیز، حالا میده میریم پیش دریاچه زیبای شهر انسی. دوستای نازنین، من رسیدم در پارک زیبای شهر انسی. خب این پارک است دوستا، قسمی که میبینین او طرف پارک باز دریاچه زیبای انسی است. حالا میریم اونجا. قبل از اینکه اونجا برم دوستا یک چیز برای شما میخوایم بگویم. من از این طرف آمدم، از اینجا تا ایستگاه قطار تقریبا 500 متر است دوستای عزیز. خب حالا میریم، من با ایستگاه خودم میگیرم دوستا، میریم با هم پیش دریا، جای زیبا را برای شما نشان میدم. در شهر انسی دوستای عزیز بهترین خوبترین راه بایسکل درست کردن. خیلی خیلی هم زیبا. این کوههای بلند و کوههای برفی، کوههای زیبا و پر از جنگل است دوستان. ببینید قسم که گفتم هر طرف راه بایسکل است دوستان. فقط با بایسکل گشتن اینجا مزه می‌ده. دوستم تا پیش میرم. همه ساله دوستا اینجا خیلی توریست ها می آید. من میتونم کنم تا فکر نیستم. خب باز گردشگاه دوستا البته بیشترشون داخلی یا فرانسوی هستن که از دیگه جای فرانسه می آیند. شهر انسی خیلی زیباست. این دوستای عزیز خانه های خیلی زیبا و قیمتی است. قبلا هم یک بار آمده بودم، واقعا خوشم آمده بود. باز آمدم دوستا، باز خواستم برای شما یک تصویر بگیرم. خب دوستای عزیز، من بایسکل خودم میگیرم، اما تا پیش بریم. خب کسی که به تعطیلات بیاید ماهای گرمی واقعا لذت بخش است برش. دوستا ببینید، میخوایم کمک دور بگیرم که همی کلی همی تپه و جنگل بیاید. دوستا من بایسکل خودم برم بالا، چون که سرتون اون طرف تیر میشون. دوستان عزیز، دوستا کردم اینجا میخوایم یک چیز برای شما نشان بدم. این پل به نام پل عاشقان است دوستان عزیز. خب ببینید دوستا، عاشقا آمده اینجا قفل بسته کردن. وطندار هستی؟ خوب هستی؟
یک وطندار خودم دیدم ماشاءالله می هر جا که میریم به وطندار سر میخوریم. خدا کمشون نکنه. میگه از اینجا میگه بسیار مقبول میایه، سر پشتی خوب صحبت میکنه. واقعا خیلی زیباست است. آبم خیلی پاک است. گفتم که این دریاچه یکی از پاکترین دریاچه های اروپا می باشه. تشکر، سلامت قربانت. خداحافظ جان، خداحافظ. میگه وطندار من، میگه چه خدمت، خداوند کم نکنه وطندار رو دوستان. و هر جا که میریم به وطندارای خود سر میخوریم. واقعا خوشحال میشم، لطف میکنم، میگه بیا چای بخور با ما برو. همین لطف خوشم چیز است. خب حالا چند تا توریستا بودن میخواستن از اینجا عکس بگیرن، از خاطر محکمه دور رفتیم دوستا. حالا دیگه این نام این پول است، اسم این پول است دوستا. اینا اسم کسایی هستن که قفل بسته کردن. دوستا هوای سرتر دوست داره، اگر اینجا باشه مزه میکنه. واقعا خیلی از این هوا خوشم میاد دوستا. هوایی که اما تا نم نم باران میباره. و میخوایم اینجا تا شام دوستا. میتونه سر تا سر همین دریاچه را با بایسکل بگرده. اینجا پارک است دوستا، بعضی وسایل های بعضی ماشین های سپورت مانده. دوستا این رنگ درخت خوبش است، این برگای درخت ببینید خیلی زیبا. دوستای عزیز، من خودم این چیزا خیلی علاقمند هستم، شما را نمیفهمم، اما در از طبیعت در کل همگی خوششان میاد. خیلی آدم
از اینجا میرم رای وایستله میمانم اما وطنکی میکنم. دوستان عزیزم، جایی که وعده داده بودم شما را اینه آمدم. شما میبینید که دوستا اینجا یک بناست، از دو طرف از او آب رد میشه، یعنی در وسط کانال قرار داره. خب این دوستا این یک مکان بسیار مهم تاریخی است که از قرن 12 مانده. دوستای عزیز، من رسیدم به دروازه ورودی. از این فیلم بسته می باشه، میخوایم یک ویدیو کامل بگیرم از چهار طرفی بنا. قبلا گفتم دوستا یک بنای مهم تاریخی فرانسه می باشه که در قرن 12 درست شده، فعلا میوزیم تبدیل شده. اینجا یک تابلو زده دوستای عزیز. خب میگه که از 1 ژوئن از ماه ششم، از 1 ماه ششم تا 30 سپتامبر باز می باشه همه روزه بجز از روز سه‌شنبه از ساعت 2:30 تا دوستای عزیز 18 یعنی 6 بیگاه. خب فعلا بسته می باشه. یک عکس از داخل نمی جایی که ریسپشن است فکر کنم از اونجا مونده.
این ساختمان است. من میخوایم دوستا دوباره برگردم همین طرف ساختمان. دوستا برای من خیلی جالب است، واقعا برای من هیجانی هستم با دیدن این بنا. خب ببینید این بنایی که این سنگی که دوستا 3 سال قبل مانده شده، ما حالا تانستم یک لمس کنم. جالبی است که دوستا ببینید چقدر سالم است ساختمان. دوستا ببینید اینجا خانه‌های حفاظتی گرفته شده داره روبروی پنجره ازی. خب ممکن است هم در قرن 12 درست شده باشه، چرا که از این دیزاین ازی میبینم در اون زمان درست شده. اینجا رو یک بار ببینیم و میخوایم دوستا این دروازه رو براتون نشان بدیم. دروازه‌ای که بیشتر از 800 سال تاریخ داره، قدمت داره. ببینید از اون کلیایی که یک وقت در وطن ما دروازه ها رو باز میکرد، فکر کنم از اون کلیا میخواد. خب قسمی که میبینید دوستان اینجا کافه شاپ است، خیلی یک موقعیت عالی است، واقعا آدم کیف میکنه اینجا. سال تاریخی را بیرون این کانال اخا. خب من میرم دوستا داخل یک کافی قهوه میگیرم. خب اینجا من میتونم داخل فیلم بگیرم. خب دوستان عزیز من یک کافی گرفتم، ازشان پرسیدم که میتونم یک فیلم بگیرم، اونام اجازه دادن. دختر خانم خیلی مهربان بودن. دوستان من کافی را میگیرم بیرون میرم. مرسی بوکو. دوستان بسیار نازنین، ما هم در آخر ویدیو قرار داریم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تک تک شما عزیزان را به الله لا یزال میسپارم. خداوند یار و یاورتان باشه.